سلام خدمت همه روکستر آرمیای عزیز به یه ویدیو دیگه در کانال همین روکستر اسپورت. خیلی خوش آمدید. رفتیم سراغ یه مکملی که به شدت مطمئنا در خیلی از این داروخانه مکملی دیدیم به نام NPC یا همون پگا، پروتئین پگا، که به شدت ارزان بوده وایرال شده و خیلی استفاده میکنن و خواستم بهتون یه تجربه از استفادهش بگم و کلا این مکمل برای چی است. قبل شروع ویدیو سابسکرایب و لایک یادتون نره. برو به این ویدیو داشته باشیم. لیتس گو. کال، پگا، برندهای ایرانی که مکمل میسازن یه برندهایی هستن که خب نمیشه گفت مثلا مکملای بدی میسازن، ولی خب چون اوایل خیلی مکملای با کیفیتی تولید نمیکردن خیلی بهشون هیت میشد و میگفتن بابا این مکملا نسبت به حتی یک خارجیایی که هست خیلی پایین‌تره، حتی برندهای معروف نیست که مثلا خارجی هم بازم نسبت به این برندهای مثل کاله و پگا با اینکه معروف نباشن هم بازم خارجی‌ها بهتره. ولی این اشتباهه، چون برندهای خارجی تو ایران که همه تو خیلی خوب میدونین دیگه، واقعا اگه یه ذره بدنسازی سر در بیارین و دلار رو بدونین خب فیک دیگه. وقتی وارد ایران شده و پر شده و اون میزان خالصیت رو نداره که مثلا بگن خارج اومده. ولی خب شاید هم اگه بتونیم پیدا کنیم چیزی که کاملا درست باشه و واقعی باشه و کاملا همون جزئیاتی که در مکمل خارجی نوشته رو داشته باشه، مطمئنا از برندهای ایرانی بهتره. ولی در نظر مثلا بخوام معتبر بگیم، با قیمت رو درست بخوام بگیم، پگا و کالم اون کار رو انجام میده. پگا این حالت انگار پودر پروتئینی که مثلا حالا یک 65% داره یا 85% که اومده مثلا با پروتئین ترکیب شده که هر اسکوپش شامل ارزان بوده 8 گرم کربوهیدرات داره، پروتئین به شدت زیاده که این حالتیه که خیلی کمکتون میکنه. حالا مثلا خیلی ها مثلا میتونن از این به عنوان این استفاده کنن که به شیر حساسیت دارن، به لبنیات حساسیت دارن. خب این یه پودریه که بسیار با اصلا درست شده با شیر، پودر پروتئین شیر و لبنیاته و خیلی چیز جالبیه که بدون قنده واقعا. یعنی هر اسکوپی که میزنید قندی توش نداره که بخوام بهتون بگم نظر قندی بخواد ببره بالا و انرژی خیلی خوبی میده و این مکمل خیلی کمکی بعد تغذیه و درست برای تمریناتونه و میتونین به شدت استفاده کنین که واقعا هم 1 کیلوگرمش براتون برای به نظر خودم که استفاده کردم برای 1 ماه و نیم یا 1 ماه کامل بس اگه به صورت درست استفاده کنین و استفادهتون مثلا با کنار مکملات دیگه باشه. مثلا این در نقش گینر نمیتونه براتون عمل کنه چون گینر خیلی کربوهیدرات بیشتری داره و بهتر میتونه عمل کنه. پروتئین حالت یه پروتئینه که 65% تا 80% میتونین بگیرین که نسبت به اون قیمتی که بخواین تغییر پیدا میکنه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. رفقا سابسکرایب و لایک یادتون نره. تا ویدیو فردا شب برید رفقا.